دادگاه چندان مستقل نبود. وابسته به اونه که در حقیقت ما در برنامه خود تکرار کردیم که پرونده مذکور تابش سیاسی داشت، چون که سبب سرچشمه وابسته پرونده مذکور نسبت زیرحمایه ما تشکیل همون حزب سیاسی یا که تاجیکستان نو گشته بود. از همین نگاه و در نتیجه اون کس با اون آورده رساند که امروز محکوم شدن، از همین نگاه ما اون را سیاسی خوانده بودیم. باید دیونه که تفتیش یا که تشکیل کننده قضیه کیست و کی با سپارشی کی همین قضیه شده است. ما آینده در بعد به قوه قانون در آمدنی حکم برای که در عین زمان بنابر جای داشتن مخفیت این پرونده یگان چی گفتن نمیتونه بعدی به قوه قانون در آمدنی البته نسبت به اون نفرانی که به واسطه در همین قضیه مذکور منفعت دار بودن و یا منفعت سیاسی یا که منفعت مادی را پشتیبانی میکردن البته خبر خواهیم داد. شما اینجا همچنین در نشست اشاره به اون کردید که یعنی دادگاه هنگامی برآوردن حکم به شما نسخه را پیشنهاد نکرد و شکل کاملی همون حکم را نخواند که این را قبول ندارید شما می‌کنید؟ البته در حقیقت بعد از خانه مشورتی برآمدن حکم از طرف سود طبق طلبات ماده 348 کودکس مرافعه جنایت جمهوری اسلامی پورا قرائت کرده شد. به هنگام قرائت حکم طبق طلبات همین ماده همه اشتراکچیان که در همین مرافعه اشتراک دارند باید راستا ایستاده حکم را گوش کنند. از همین حکم تنها اقتباس بعد به طرفها داده می شود، اما در حکم قبول کرده دیروزه باشد از روی شنیدی من از روی همون که به من معلومات دادن همکاران من تنها قسم خلاصوی حکم قرائت کرده شده و طرفها یگان خیلی نسخه از حکم یا نسخه از اقتباس حکم پیشکش کرده نشده است. این عمل یعنی غیر قانونی یا غیر قابل قبول؟ غیر قابل قبول است. یعنی این دلیل اون است که حکم یا تیار نیست، یا حکم در شکل پرهش تیار نیست، یا یگان خطاگی همین حکم را زیر شبهه میگذارد. خطاگی در حکم جای دارد که از طرف سود با سبب‌های به ما نامعلوم آن به پورگی قرائت کرده نشد. افهمو. بعد یک چیز دیگر شما گفتید که یعنی همون روزی خواندنی حکم آگاهی افتاد، یعنی قانون چی میگه در این مورد؟ وکیلان رو پیشتر آگاه کنن یا همون روز؟ اصلا وابسته به همین حالات در معیارهای قانون اوید آگاه کردن یگان معلومات داده نشده است و بعدا در لحظه قرائت حکم تا حتی قانونگذار اشتراک حمایه را حتمی نمیدوند. لیکن طبق طلبات کودکس مرافعه این هم اگر حساب کنیم که همچون یک حرکت مرافعه باشد، سود وظیفه دار بود که پیشکی طرفها را اوید وقت مهلت و جای گذراندن همین حرکت در نمود قرائت باید آگاه میکرد. با فکر شما در برآوردن همین حکم دادگاه یا عموما رئیس کننده همین مرافعه آزاد بود، یعنی مستقل بود؟ از نگاهی ما برای اینکه ما از جهت پسیکولوژی بها داده نمیتونیم حرکات این رو، تنها از جهت وابسته به قبول قرارش ما مستقلیت وی را حس نکردیم. اگر که همین سود باز بار دیگر میگم در قبول کردن همین قرار از دایره آن طلبات هایی که ابدار کننده دولتی کرده بودن وابسته به همین پرونده به تفتیشات علاوه گرداندن و قسما دست کشیدن از همین قسم کمی اگر بیرون میرفتن ما میگفتیم که در حقیقت سود در همین قسم مستقلیت خود را نشان داد. ولی افسوس همون چیزی که در ابدار کننده دولتی وابسته به همین پرونده خلاصه خود را به سود پیشنهاد کرده بود، همون در شکل فرش از طرف سود در نمود حکم پیشکش کرده شده است. برای همین مستقلیت زیر شبهه است. اکنون شما چی تصمیم میگیرید؟ یعنی از این بعد چیکار میکنید؟ چیزی که گفتیم ما همین رسمیات معیار قانونگذار را از آن جمله شکایت کاساسیونی، شکایت نظراتی را پورا به اجرا رسانده در آینده به تشکیلات‌های بین‌المللی اوید حقوق انسان وابسته به همین قضیه مراجعت کردنی است. تشکر.